بدبختانه البته مادر جانم خانه نبود. من با امید مادرم بودم که یعنی مادرم بیایم یعنی این کارده همراه همکاری کنه، حداقل اگه خودش آماده نمیکنه بگه به چه شکل آماده میسازه. واقعا مادر جانم ناگفته نمونه، دستپش خودش بسیار آشپزی که میکنه بسیار عالی میباشه. در کل همه مادرها آشپزی بسیار عالی میداشته باشن، شاید به فرزندایشون هم غذایی که آماده میکنه مزه بده یا در کل به همگی مزه‌دار میباشه غذای مادر. بعضی از رستوران ها دستپخت مادر نامایشان است، یعنی آشپزی مادر. از امو سوپ پخته کردن مادر جان دیگه بر ما ثابت شد که واقعا دستپخت مزه‌دار داره. خب امروز هم ما علیم پخته کردیم، تجربه اول علیم پخته کردن بود، قدر مشکل نیست، بسیار آسان بود ولی طریقش را درست نمیفهمیدیم. موفقانه که خوبتر آماده ساختیم دیگه. قسمی که پیشتر تمنا جان گفت ماهی، جلبی، حلیم، البته این سه چیزی است که بیشتر در فصل زمستان می باشه. در پلوی توت و چهارمغز و خام پنیر، البته کشمش